خب سلام علیکم تماشابینان گرامی، هموطنان عزیز. امروز بنده در برنامه 60 دقیقه تنها شرکت میکنم و میخواستم یک تجربه نوی کنیم و اگر این تجربه انشالله که موفق شد، شاید در مین بعد یک برنامه دیگری رو در بین هفته گذاریم که همین گفتار مستقیم باشد و در آن من یا کسی نباشد از مسئولین پیمان، از دیگر برادران که به برنامه دعوت کرده می شوند به حیث میمون با بیوسته با خب تماشابینان صحبت کرده باشیم و در این میان ما باید خب از طریق چت سوالو را انتظار میشویم و اگر همین برنامه رو بار دیگر هم یک تلاش میکنیم، اگر امروز تعداد تماشابین یا یک چیز شد که ما دستیاب نشدیم به همین خواسته همون، انشالله شاید هفته دیگر در یکون روز همین خیلی برنامه میمونیم و از پیش در فیسبوک اعلام میکنیم سوال ها رو که ولی خوب است که در وقت چت در وقت برنامه در چت همین یوتیوب سوالا میگذاشته. این برای پیشرفت کانال ما هم خدمت میکند، پیشرفت همین نوار، یعنی هرچی با تماشابینان بیشتر توصیه شدن همین نوار می شود. یعنی همون نوارهایی که در زیرشون شرحه و بیشترند، همون نوارها را یوتیوب چیزتر می شمارد، یعنی نوارهای عجایبتر می شمارد و با تعداد بیشتری تماشابینان آنها را توصیه می دهد. و از همین خاطر بنده می خواهم اگر کمی انتظار سوالا شوم، ولی کمی یک دو مسئله که خودم، یک دو سوالی که خودم در ذهنم است، من اونها را آماده کردم پاسخ به اونها و البته که حدود نیم ساعت به سوال های شما هم همین افیر رو گذراندن میتوانم، یعنی همین آمادگی رو گرفته هم در باره چی گفت زنم. خب مسئله اولی که میخواستم تا وارد شدن سوال های شما به آن گذرم، اخیراً همین سال 2 مارس انتخابات پارلمانی در تاجیکستان برگزار گشت و گویا که به پارلمان انتخاب هم شدند و بار دوم است که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان حلقه تماما از چیز سیاسی تاجیکستان بیرون رانده شده است، گرچنده که هنوز هم گویا فعالیت رسمی دارد و پگاه بله 16 مارس زادروز مرحوم رحمت الله ظاهروف است که من با استفاده از فرصت میخواستم از این روز به تماشابینان یادرس شوم و خب در این ماه شریف رمضان از درگاه خدا به ایشان به روان ایشان شاد باشد و مکان آخرتش آباد و خدا رحمتش کند که خیلی خیلی سخت زحمت کشید برای
چه بگوییم برای رشد جامعه مدنی تاجیکستان و تا مقدار موفقم در این رو بود و پگاه که زادروز دارد نه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تقریبا از سیاست تاجیکستان از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون رانده شده است و بر همین خاطر میخواستم با استفاده از فرصت یادداشت شد. خدا رحمتشون کند و مکان آخرتشون آباد باد. غیر از این امسال چقدر چهره های گیریم شناخته سیاسی تاجیکستان علاوه به زندان ها روان شدن و من میخواستم درباره همین انتخابات چی بگویم. این سال انتخابات را اینها یک نوع خب با را ندادن به این انتخابات رسانه‌های خبری و میبخشید اینجا کدام کمبودی است. از سال 2020 است کووید به این سو گلویم یگان به خارش یگان نه خیلی زیاد وقت است که به خارش می‌دارد و در این روزهای رمضان کمی مشکلی دارد چون نمیشه که خب یگان عادتا من یگان چیز چای میخورم یا یگان چیز دیگر که از زمین خورش کمی سبکتر شود. خب عذر میپرسم، امیدوارم که همین چیزا نیفتم. پیامه که اومد که خب و از همین خاطر خب انتخابات دایر گشت و بار اول در این انتخابات رسانه‌های خبری رو داده نشدن. غیر از این ناظران سازمان همکاری و امنیت و همکاری در اروپا به این معرکه رو نیافتند و این از اون دلالت می‌دهد که از نگاه بعضی تحلیلگران از اون دلالت می‌دهد که رحمانوف به انتقال قدرت آمادگی دیده ایستاده است و گویا که خب این یک به گفت مردم ما یک رپتیچه بود برای به خاطر انتخابات پرزیدنتی در پیش استاده، گویا که انتخابات رستم موملی و از تمامی چه مشکلی های چالش های امکان پذیر میخواهند خود را در کنار بگیرند. برای همین نخواستند که در این معرکه انتخاباتی خب رسانه های خبریش و ناظران بین الخلقی شرکت کنند. البته ناظران بین الخلقی از تشکیلات چی بود سازمان همکاری های شانگهای این انتخابات را
جوابگوی معیارهای دموکراتی گفتند، ولی در این سازمان همکاری شانگهای نمیدونم کدام دولت دموکراتی است و با کدام معیارها بها دادن، با معیارهای چین، با معیارهای قزاقستان، معیارهای روسیه، معیارهای نمیدونم ترکمنستان، با کدام از این معیارها انتخابات پارلمانی در تاجیکستان چیز گذاشته است، دموکراتی موافقت میکرده است. خب از کارگردان میخواستم کمی چیز کنم. من بیشتر شد این عدسم به همین خاطر ببینید یک زیرکی در اینجا صورت گرفته است در انتخابات پارلمانی. من امور را نگاه کردم، حزب حاکم، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رقابت بود در این انتخابات ها. حزب خلقی دموکراتی از 70 بالا آواز میگرفت، ولی در این انتخابات آمدند و به این حزب 51% آوازها را خب کشیدند و برای حزب اگراری هم تعداد 5 جا رو به اونا هم ارزانی داشتن، ولی ما میدانیم که خود حزب اگراری و حزب خلقی دموکراتی و این 4 حزب دیگر هم همشون تقریبا روی خط همشون از یک اتاق معین کرده می شود، یعنی از طرف حزب خلقی دموکراتی حتی روی خط حزبی این حزب ها معین کرده می شود و امروز آمدند خب یک از نگاه رقم ها اگر بگیرن نه اونقدر بد، یعنی از ترکمنستان حتی قزاقستان هم اگر از روی امور از روی رقم ها بگیرن دموکراتی تر، انتخابات دموکراتی تر برگزار شده است در تاجیکستان و از این خود و این چی میگن تکنولوژی این رژیم به خلاصه اومدن که چنین رقم ها رو پیشنهاد کنن و این بار اول است که در تاجیکستان حزب حاکم میگن صدا گم شده است، درست باشد نه؟ الو یگان کس نویسید صدا هست نیست؟ خب برای همین میخواستم کمی همین سلفه مرا غم داد. خب و بار اول است که در تاجیکستان حزب حاکم 98% به خود نگرفته است و 51% همگی به خود گرفته است و در
پارلمانی آینده حزب اگراری تاجیکستان نیز 5 کرسی یعنی برای خود چی خواهد داشت، چی میگن، یک گروهی علایده میتونن تاسیس دهند و با حزب دموکراتی که در پیش از زندانی شدن سید جعفر عثمان زاده آن را به یک نفر اینها، البته که خود حکومت تسلیم کرده بود، به این حزب هم یک جای به همین بنده خدا که سید جعفر عثمان زاده رو است. عجایب است که به همین حزب دموکراتی را چه خیلی استفاده بردند. همیشه از بعد از امضای سازشنامه صلح که خب اتحاد نیروی مخالفین به تاجیکستان وارد شد، حزب دموکراتی را همین خیلی بازی دارانده هر دفعه از داخل این حزب نفری را پیدا میکردند و او را متقاعد میکردند که او بیاید چیز کند، حزب را یعنی ریاست حزب را بگیرد و البته خدا رحمتی صابروف را یگان مقام ندادن، لیکن سید جعفر عثمان زاده را گرچنده که به حزبش 5% را روا ندیدن، لیکن خودش را از عوضه یک منداتی به وکیلی مجلس نمایندگان اجازه انتخاب دادن. این دفعه به حزب دموکراتی هم اجازه دادن که 5% را کسب کند و آمدند یک مندات برای رئیس دست نشانده خودشون یک مندات به خاطر امان دادن. خب خیلی که так یک سوال اینجا وارد شده است که کی در تاجیکستان انقلاب می شود و گفته شما. البته که خب برای انقلاب شدن در تاجیکستان و یا انقلاب، البته که همین چه بگیم، همین رژیم های خودکامه، رژیم های افطاریتاری، عاقبت کار تاریخ بشر نشان داده است که عاقبت کار در همه رژیم های افطاریتاری انقلاب می شود یا در داخل خود رژیم چی میگن، تبادلات دولتی می شود در داخل رژیم، یعنی از خود داخل رژیم عادتا حربی ها خب چیز میکنن، قیام میکنند و حکومت را غصب میکنند. دیگر به طور قانونی یگان رژیم افطاریتاری چیز نکرده است، حکومت را تسلیم نکرده است، مگر گرباچوفی که حکومت شوروی رو، البته که او هم قدرت رو از دست به آسانی نداد، یعنی این خیلی نبود که بیاید و خوب از قدرت کنار برود، گرچنده که اخیراً از قدرت کنار رفت، لیکن اون واقعیت دیگری داشت که او دولت رو علاقه دیگر 3 جمهوری کلانترین این دولت رو برهم دادن، یعنی حتی روسیه استقلالیت دولتی اعلام کرد که در این حالت گرباچوف دیگر به جز عریضه دادن و از وظیفه کنار رفتن علاج دیگر نداشت. ولی در دیگر حالت ها تاریخ یاد ندارد که همون رژیم های افتکراتی با خواهش خودشون کنار رفته باشند. البته که در تاجیکستان هم
همین عاقبت کار به همین میرسد. لیکن کی همین خیلی که همین برادر سوال میکند کی در تاجیکستان انقلاب میشود. خب انقلاب را ما باید اول انقلاب به پای خودش، یعنی بیاید یک مثال گرباچوف آمد تقدیم کرد آزادی را برای تمام مردم شوروی، از جمله برای مردم تاجیکستان. مردم تاجیکستان به میدان ها را هم ریخت، انقلاب هم کرد، رژیم کمونیستی را یک نوعی از قدرت بیرون هم کرد. لیکن باز آمدن در داخل خود تاجیکستان در بین مردم، اما رژیم سابق آمد در بین مردم نزاع انداخت، پیدا کرد نیروهایی را که برای آنها افسانه خواندن یا چیزی کردن، یعنی یک نوع آمدن انقلاب ما را چیز کردن، یعنی سرنگون کردن، دولت ما رو از بین بردن تقریبا. و امروز یک دولت نگرانی خب مسکو در همانجا باقی مانده است. نگران مسکو و امروز نگران چین، یعنی دستنگر مسکو و دستنگر چین در آنجا باقی مانده است. ولی من چی خواستم گفتنی، اگر تصور کردیم که امروز هم آمدیم یک گروهی، من و همین فرض کردیم برادری که سوال داده است، آمدیم و انقلاب کردیم و آزادی آوردیم، لیکن اون آزادی که امروز اگر نیروی به انقلاب بیارن یا نیروی یا به مانند گرباچوف شخصی پیدا شود و به مردم تقدیم کند آزادی رو، آزادی چنین به دست نمیآید و در آزادی این خیلی نیست که دموکرات آزادی این خیلی نیست که ما بیاییم یک بارمون رو جاری کنیم و دیگر وی همین خیلی چیز یعنی با چیز خود رفتن بگیرد. همیشه شهروندان اگر کمی از مسئولیت شهروندیشون کنار رفتن، تمام دستاوردهای دموکراتی و آزادی از بین میرود. تجربه امریکا نشان داده است. صدکو هست. الو 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 خب امیدوارم که چیز تماس برقرار شد و من در نمیدونم چی رخ داد. خب بیایید دوام صحبت، یعنی انقلاب، سوال انقلاب بود و انقلاب فرض کردیم پگاه آزادی، برای آزادی امریکا نشان داد، شهروندان امریکا نشان دادن که
اگر کمی خاطر جمع شده در دلخواه حالت میتواند یک خودکامه یا یک خواهش اشتیامند خودکامگی را سر قدرت بیاریم که این از بی‌مسئولیتی شهروندان می شود که می‌آیند یا در انتخابات شرکت، یعنی جامعه مدنی کشور اگر خاطر جمع شد که در کشور ما دیگر آزادی ها هست، یعنی آزادی همیشگی چیز میخواد، فعالیت همیشگی است. فعالیت همیشگی نه فقط همان حکومت، همان جامعه مدنی، همان هر یک شهروند نمیشد البته، لیکن همون شهروندانی که فعال هستند، فعالان جامعه مدنی، همیشه باید در همون چی بگویم، دموکرات همیشه چی میخواهد، یعنی رنگی که دهقان یک کشت میکند، او کشت نوری ها میخواهد، آب میخواهد، همیشه او را نگاهبین کردن در کار. دموکرات هم همین است. این خیلی نیست که در یک روز یک گرباچوف یا یک پادشاه عادل یا یک نمیدونم کدام بیاید برای ما آزادی رو تقدیم کند، دموکراتی رو تقدیم کند. اگر شما آزاد هستید گفته، ما نو بسته از اونه که اگر در همین بعد امضای سازشنامه صلح، اگر مردم بعد امضای سازشنامه صلح اگر مردم چی میکردن، یعنی همین فعالیت خوب در دموکراتی سازی جامعه میکردن، ما امروز البته در دیگر حالت قرار می داشتیم. برای همین خود انقلاب هنوز آزادی نمی آورد. انقلاب خیلی که حضور در سوریه دیده ایستادیم، خیلی داغگوی آنم که حکومت امروزه سوریه موفق شود که یک تجربه برای مسلمان ها، تجربه ساختن دولت موفق برای مسلمان ها یک چیز شود، یک نموده چه بگوییم الگو شود. و من خیلی خیلی امید دارم که گرچنده که واقعه اخیری که در اونجا رخ دادن باعث نگرانی عمیق است و خب خدا کند که دیگر چنین حالتها تکرار نشوند و عیبداران جزو و جاوگری کشیده شوند. ولی همین خیل اگر بیاییم و این باز تکرار میکنم که فعالیت یا زحمت هر روزه رو میخواهد در آزادی. برای همین پیش از آنی که به همون انقلاب رسیم، ما باید در همین جو، هنوز در همون جایی که ما در جایهای بی خطر هستیم، ما باید از خودمان یک جامعه سالم در همین غربت، یک جامعه سالم مدنی ساخته توانیم. جوانای ما خوب خوانده و رشد کنند. اون فرصتی که در اینجا داریم، اون فرصت رو با حد اکثری امکانیت ها رو استفاده بریم تا که برگشتن با شرافت ما هرچه زودتر به وطن امکان پذیر شود. سلامت باشید، خیلی فعال. خب من یک ایراد دیگری دارم از همین برادرایی که این برنامه رو
این برنامه 60 دقیقه همیشه در همین ساعت چی میشد، یعنی رواندازی میشد و من گمان کنم که تعداد بیشتر تماشابینای ما در آن قلمروی هستند که خودم قرار دارم، نه یعنی در قلمروی ساعتی میگویم، یعنی همون ساعتی که افطار در همین جا هست، در ما بعد چند، بعد 11-12 دقیقه افطار می شود و دیگر برادرایی که در همین چی میگن، در همین محدوده ساعتی قرار دارند، تماشابینان اساسی، بیشتر تماشابینایی که ما رو زنده تماشا میکنند در همین قلم روند و باید همین ساعتی برنامه رو کمی دیرتر کنیم، یعنی بعد افطار همین منطقه کنیم که تعداد تماشابینان زیاد شود و من هم همین گلویم میخورید، یک چای گرم میخوردم، شاید گلوخوری هم تیزتر از این چیز خلاص میشدم و این ایراد رو به سلیم جان از طریق همین چیز میرسانم و از همین نوار میرسانم و خدا کند که خب خیلی خرسندم که شما هستید، تعداد 61 نفر و من سوالا رو انتظارم. این برنامه سوال و جواب است و ما میخوایم سوال و جواب از طریق چت شود، چون که از طریق چت نوارها با تعداد بیشتری تماشابینان، تعداد بیشتر استفاده برندگان توصیه کرده می شود و تماشابین و در ضمن من از شما می خواستم که در کانال یوتیوبی ما ابونه شوید، لایک های خودتان رو دریغ از ما ندارید و پیگیری کنید. یک خبر دیگر امروز خواندم که الکی ترامپ امضا کرده است که همون اوجانسی هایی که برای همین رسانه های خبری مبلغ جدا میکردند از بودجه امریکا، بودجهشون خیلی کم شد، خیلی از بودجه اونا کاسته شد و خدای نخواسته من هیچ گونه نمیخوام که رادیو آزادی رو از دست دهیم. این یگانه رسانه ای است که هنوز در داخل تاجیکستان هم با زحمت و با مشکلی هم باشد فعالیت دارد. این یگانه رسانه ای است که خب چه بگویم، روزنامه نگاران او در هر 6 ماه که نشست های مطبوعاتی وزارت ها میشوند، در اونجا سوال های خب بگیم که سوال های تیز میزنند، سوال های برای ناقله برای این وزیران میتیند. برای همین اصلا من خیلی نگرانم از همین واقعیتی که با اون رو برویم، لیکن اگر خدای نخواسته امکانیت های رادیو آزادی محدود شدند و خدای نخواسته باز نشود که انشالله چنین نمی شود، ولی اگر از این رادیو محروم شویم ما مسئولیتمون بیشتر می شود که در همین کانال هایی که ما داریم، در کانال ها خیلی فعالتر باشیم، ما خودمون و دیگر برادر و خواهرایی که هنوز جرأت با چهره خود صحبت کردن رو ندارن، جرأتشون بیشتر شود و با صورت خود بیایند و در شاید لیاقت های ما اونقدر، شاید نه، و البته که در این کاری که ما به گردن گرفتیم در همین بلاگری و
روزنامه‌نگاری البته که ما متخصص نیستیم و البته که آدمایی شاید پیدا شوند که در این چیز موفق تر باشن، فکری چیزتر داشته باشن، فکری چی بگوییم با گفت تاجیکو سریج تر داشته باشن. برای همین ما باید خیلی چیز کنیم، خیلی فعالتر شویم که امروز در امروز الکی بسیار آدم ها ما را تنقید برام کنند و میکردن که ما دوم سازمان های بین المللی رو گرفته ایم و دوم اوان رو گرفته ایم و بیسی و اینا چی و دیگر. خب دیگر خاطرتون جمع باشد اینها الکی شاید در 4-5 سال نزدیک از اینها اگر خودشون هم به یک مشکلی در داخل کشورهای خود دچار نشوند این هم بخیر است و ما و شما مسئولیتمون بیشتر است که بیایید ما و شما، من از خیلی بر وقت گفتم که امید فقط به خودمون کنیم، هیچ کس برای ما آزادی رو برمغان نمی آورد، هیچ نیروی بیرونی، فقط خودمون شهروندای تاجیکستان به این رو میتونیم. بله، یک برادر میگه که رادیو آزادی از همه شما مبارزان کارهای خوب و بهتر اجرا دارند. بله، رادیو آزادی منم گفته استادم که یگانه رسانه است که از تاجیکستان، از پرابلم های تاجیکستان به بیرون درک میدهد. بله، کانال ما رو در بجز شما تماشابینای ما، شاید تعداد تماشابینای ما عدد اکثر تا 20,000 30,000 باشد و اون هم از تاجیک، لیکن خارجی ها البته که به خارج از تاجیکستان که بیشتری مردم از وجود خود تاجیکستان و از وجود پیشوی نو تکرار اون درک هم ندارن و این رادیو آزادی است که یگانه رسانه است که تاجیکستان را به بیرون هم معرفی میکند. البته من برای همین گفته استادم که خیلی نگرانم، لیکن ما باید آماده باشیم به هر کاری. خدای نخواسته اگر کاری شد ما باید ده چند کار کنیم که این فضا، این خلا طولانی نباشد. ما باید ده چند کار کنیم که این خلا رو پر کنیم و نگذاریم که از تاجیکستان خب بازم از تاجیکستان بازم کنارتر از از توجه عالمیون. اگر رادیو آزادی نباشد باور کنید که در چند ماه تاجیکستان تماما از تاجیکستان دیگر خب شاید فراموشم کنند. برای همین من راضی ام با این برادر که همین گپ رو در اینجا نوشته است. خب متاسفانه سوالها کم وارد می شوند. فقط در اینجا فقط بعضی خب شرح نویسو به یکدیگر در افتادن. خب من از تماشابینان بار دیگر دعوت میکنم که
این برنامه، این تجربه که امروز ما کردیم این بار اول بود. من میخواهم این تجربه رو من بعد ادامه دیم. یعنی اون تجربه که کردیم اون هست در جای خودش، اگر لازم باشد باز کانال ما هم همون یک روز رو پیدا میکنیم، یک روز رو انتخاب میکنیم و صحبت مستقیم که در اون تماشابینان هم وارد میشوند و صحبت میکنند و این فرمت علایده است. در این فرمت حتی همین برنامه شنبگی هم باید با چنین فرمتی که عضو پیشکش کردم نشود. برنامه شنبگی ما این برنامه یک نوع بگوییم علمی هم خطا نکنیم، در اینجا تعلیل ها پیشکش میشوند و در این روز شنبه باید چیز باشد، یعنی یک تعلیل های جدی، تعلیل های سیاسی، برنامه های سیاسی همین خیل، یعنی یک برنامه جدی اگر علمی نگوییم نزدیک به علمی بگوییم باشد. ولی همین برنامه که من امروز تجربه کردم، همین برنامه باید یگان روز دیگر مانده شود، روز یکشنبه یا روز دیگری، و مسئولان پیمان بیایند و همین خیل در دوام همین یک ساعت یک نیم ساعت با تماشابینان صحبت داشته باشند. این روز البته که در همین روز رمضان است و تعداد شما امروز کم است و من میخوام که انشالله همین تجربه رو شاید هفته دیگر در یگان روز دیگر باز برامونیم و همین رو چیز کنیم. به فکرم این فرمت خوب است، ما باید چیز کنیم، یک صحبت کوتاه و به سوالای شما جواب، پیشنهادهای شما رو خیلی که یک برادر روز در باید آزادی گپ زد، خیلی خوب او را خوندم. همین خیلی گپ های خوب باشد، گپ های فکری های چیز نو باشند، از کامنتاری های شما اینجا میخونیم و در گرد اونها هم بحث ها میکنیم. برای همین خب چند دیگر انتظار میشم. اگر سوال وارد نشدن با همین خیر خوش میکنیم. به فکرم وقت افطارم نزدیک شده است و خب خب نباشد تماشابینان گرامی، با همین خداحافظی میکنیم و تا برنامه آینده. در روزهای شنبه ما کوشش میکنیم که همون خیلی که بود پیشتر در سابق همون خیلی میریم. امروز چون برادر ما سلیم جان در سفر خدمتی بود نتوانستند شرکت کردن، من خواستم یک تجربه دیگری برای اندازم و این تجربه رو انشالله ادامه میتیم و باوری دارم که باعث پیشرفتی این کانال می شود و فعالتر باشد و ما تلاش میکنیم که برنامه علاوگی رو هم پیشکش شما کنیم که فضای اطلاعاتی تاجیکستان نیاز به فکرها نو، اندیشه های نو دارد و ما باید این فکرها و اندیشه ها رو از بین تماشابینان خود، از بین
جوانو پیدا کنیم و پیشکش جامعه تاجیکستان گردانیم و خیلی که یک برادر اینجا درباره انقلاب سوال کرد، انقلاب را آدما میکنند آدمای آگاه میکنند، آدمانی که خب آدمانی که آگاه نیستن، آدمان ناآگاه هم انقلاب میکنن، لیکن اون انقلاب های ناموفق میشن عادتاً. برای من خب این برنامه رو امروز با شما خداحافظی میکنم تا برنامه های آینده. خدا یار و مددگارم.